من طبیعت زیبای آسایشگاه دکتر طاهری به شما آسایش میبخشد. عصبای شما آرام میکند. من حاضر همین کسلا بلند صدا میبرند چون که صدا هم که ما تبابت میکنیم. نه زور زور باد هوای زور جنت جوی جوی جنت برکه یوان سلامت باشن چند خنده کنیم همه قدر ناز عمرمو دراز میشه سلامت باشن رحمت برکه یوان کاور من اینجا نماش کاور من اینجا 1005 دوسازه برای جلویم من ایناش یان توق من کوههای آسمان بوس هوا صاف و بی‌غبار استراحت کنندگان تبابت گرفتند. تبابت در طبیعت است. من حاضر همینا بعد 2 ساعت جوانتر میشن، رقص بکنن، سرود میخونن. من تمام دردان نیست میشد چون که طبیعت خدا طبیعت آفریدگی و همه تبابت های در طبیعت آفریدگی. تمام گل و بوته ها درخت ها من بینید همین گیاه های شفابخش تبابتی هست برای تبابت انسان. اینا کی آفرید؟ خدا آفرید. هر چی که خدا آفریدگی باشد این تبابت هست، این دارو هست. من این طبیعت زیبا. من این استراحت کننده ها امروز من اکسکورسیون بردن روز یکشنبه و به واسطه درس های تبابتی در طبیعت میگذرد. اینها بسیار چیز میآموزند. استفاده گیاه ها، آب، تمام درخت ها، خصوصی تبابتش. البته هر یک استراحت کننده که اینجا میبیاد 50% خودش طبیب بشد و عمری دراز میبیند. دراز عمری در دست خود انسان، طبیعت و خدا است و برنامه ما تا 100 سال عمری دراز دیدن، بیمار نشدن است. بلندترین علم این سالم بودن است. آن آدمایی که عمری دراز میبینند، سالمی خوب دارن، اینها همه آدمای دانشمند هستند چون که طبیعت میدونن، گیاه میدونن، خودشون حفظ کرده میتونن. من به همه شما برای کار سلامتی بردوام، بخت و اقبال، آسمان صاف، صلح و سعادت، وحدت. من عید وحدت در تاجیکستان، این وحدت ملی، این صلح و سالمی است. اما وقت دوست باشید، سلامت باشید، بین خود مناسبت های نصب کنید، طبیعت حفظ کنید چون که چیز اساسی که ما شما در آزمون میکنید این طبیعت است. با طبیعت باشید و همه شما برای کار میخوایم.